درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی در امید و باز هم من هستم مریم دولت و در خدمت شما و در خدمت یک نفری که به ما مراجعت کرده است. درود میگوییم به مهمان نوبتی استودیو. تشکر از باورتون. مرحمت بگویید که چه مشکل دارید، چه سوال دارید و در کدام موضوع صحبت کردن میخواهید. سلامت باشید معلمه جان. من قریب که همه برنامه‌های شما رو تماشا میکنم، در خصوصا برنامه‌هایی که به تربیت فرزندان دخل دارد و قریب که از روی همین گفته‌ها من رفتار میکنم و امروزها این از زمانی که شما در دیگر برنامه‌ها نیز مسئله تربیت فرزندان رو در سالهای پیشین میبردید و این در حال امروز وقتی که فرزندی من نورس شده است، من فکر میکنم که کجای خطا کردم. شاید با همین روشی که مثلا مردمی غرب با فرزندانشون مناسبت میکنن بیشتر، مثلا اونها هیچ گاه سرزنش، جنگی که سخت مثلا یا که زدن یا که مثلا این چیزا رو روا نمیبینن، من بیشتر وقت کوشش میکردم که همین گونه باشد، یعنی که همیشه با خوبی، همیشه مثل یک شخصیت با فرزند باید مناسبت کنیم. اما وقتی که امروزها چون نورس شده است، 12-13 ساله شده است، قریب 13 ساله می شود، همین چیز فکر میکنم کمی او به سن سال همسالانش مانند نیست. الکی به گپ خودم مثلا توجه نمیکنه. در یک چند لحظه اول از سببی که من مثلا سخت تهدید کرده و جنگ کرده نمیتونم، الکی فکر میکنم که من سیاست ندارم. از من مثلا عموما نمی‌هراسد وقتی که من یک گپ میگویم کاری خودش میکنه و همین چیز باعثی اکثر حالت مناسبت بدی ما گردیده است. گویم خطا نمیکنم، زیرا که مثلا در یک هفته ما میتوانیم که قریب هر روز مناقشه داشته باشیم و فکری خودش میگوید، گپی من گفت نمیکنم. یک چیز دیگر است، وقتی که پسرک از 10 بالا میشود او خودش رو مرد حس میکند و همین دوره است که او به گپ مادر گوش کردن براش ملال میبیاید. این نسبت خودش یک چیزی ناگوار، یک چیزی نافورم، یک چیزی نامناسب قبول میکند. از این رو در این سال پسر بچه ها تا 25 سالگیشونه باید پدر با آنها صحبت کند در همه مسئله ها. این دوره است که مادر باید به کنار رود، در مسئله تربیت به حاشیه برود. فقط وظیفه مادر فقط غمخوری باشد، یعنی لباس تازه، غذای تیار، خانه تازه باشد، جای اون کاری که مادر باید میتواند کرده، اون کاری که باید خودش کند. بچه 12-13 ساله بسیار کارهای خودش کرده میتواند، ولی این چیزها رو با او پدرش باید فهماند و پدرش همین کارها رو باید کند و این پسرک باید بیند که مرد در خانه کار خانه میکند، یاردم میکند و اقلا من نمیدونم لباس خودش جا بجا میکند یا درسش سر وقت تیار میکند یا جای رخت خوب خودش تخت میکند. این چیزهای هستند که او باید از پدرش آموزد. در این دوره این مشکل اون شما در اون نیست که بسیار نرم بودید. مشکل شما در اون است که شما از کودک 12 ساله همون رفتار امیدوار است که در 5 سالگیش بود. بله. واقعا دیگر علاقه از نگاه خودش مردکچه شده است و او تنها صدای مردانه، آهنگ مردانه، گفتار مردانه و مناسبت مردانه برای او موفق‌تر است. زیرا وقتی که در این دوره در معنی نو بسته به محیط ها، کشورها و ملت ها در این سن سال میخواهید نمیخواهید هویت مردانه کودک بیدار میشد و مردها از زنها فرق دارند و او میخواهد که نمونه عبرتش مرد باشد، پدرش باشد و شرط نیست که پدر 24 ساعت همراهش باشد. پدرها مردم سیرکار هستند. پدرها هستند که در مهاجرت هستند. پدرها هستند که سفر کاری زیاد دارند و مادرها در این دوره اذیت میکشند، میگن که پدرش در خانه نیست و حتی در حالتی که پدر فرزند است که پدرم ندارند یا جدا شدند یا با سبب‌های دیگر پدر در کنارشان نیست. در این حالت ها هم یک مرد دیگر را دعوت کردن لازم است. ولی اگر که پسر شما پدر دارد، خوشبختانه پدرش حتی اگر وقت زیاد هم نداشته باشد در دوام روز میتواند طریق تلفن، اگر که کارش زیاد است در خانه بودن نمیتواند، اگر وقتی که خانه میبیاید 1 ساعت نیم ساعت با فرزند بشیند صحبت میکند و میگوید شکل صحبت باید بخیر باشد.
ما یک تا مادر داریم و مادر احتیاط میکنیم. در نبودن من مادرت احتیاط کن، عصبی نشود، زیغ نشود، مانده نشود. مادرت آدم کارگر است، سلامتش اگر ویران شود ما مشکل دار میشیم. یعنی همون گپی که شما میخواید به پسرتون گویید اینه باید پدرش از نام خودش گوید. در اون وقت مسئله خیلی آسان حل میشن و شما هم با شوهرتون مصلحت کنید. همه چیزی که به کودکتون گفتن میخواهید، خو اعتراض باشد، خو توصیه باشد، خو دستورالعمل باشد، با شوهرتون گویید و شوهرتون خودش گوید. اگر که امکانی صحبتی در دوام روز امکان باشد، اگر همین خیلی تلفن میکنید به شوهرتون میگید که همین فهمون و همه چیز به قول یک کلمه بسیار مجاز روسی است، پریادریساتsia. من برعکس کوشش میکنم که در هر یک کاری میده شده مثلا پدرش مراجعه. این کار میده شده نیست. بله. این کاملا کار میده شده نیست. بله، این تربیه فرزند است و در این دوره برای پسر بچه ها، حتی برای دخترکان هم در این دوره پدر مهمتر است، زیرا دوره به جامعه وارد شدن آنها است، سوسیالیزاسیا، جامعه شوی بچه است و وقتی که فرزند در محیط خانه است برای او مادر مهمتر است. ولی وقتی که در دوره میرسد که او برای او یار دارد، جوره دارد، رفیق دارد، به جامعه فرزند رو باید پدر برد، زیرا جامعه نظر به خانه جای سرخطر به شمار می رود. بله. و در اونجا پدر که حامی است، پدر که در مسئله ها حل کردن کمکش زیادتر است، صداش بلندتر است، اونجا باید پدر این نقشه بازی کنه. برای همین سر شما به شما این رو نشان داده شده است و میگوید که مناسبت گندریتون، یعنی مناسبت پدر و مناسبت مادر در اینجا باید چگونه باشد. حاضر شما باید در حاشیه باشید، وظیفه مادرانتون صرف مادرانتون اجرا کنید، سرباریتون فقط همین چیز باشد و این قسم کار رو باید پدرش به عهده گیرد. در حقیقت هم درباره جامعه گفتید، طوری که شما گفتید جامعه مثلا یک جای خطرناکتر است برای نورست و من برعکس مشاهده میکنم که در جامعه، در بین مردم، در بین همسنفان، حتی معلمان، الکی خودش داشته میتواند، منی خودش دارد. بهترین چیز است. من از این چیز خرسند میشوم البته، ولی یک مشکل دیگر باز هم در اینجا هست. مثلا وقتی که در مکتب یک معلمی که واقعا هم سخنش هدفرس است، با درسی او گوش میکند، تیار میکند، درسی او رو مثلا کوشش میکند که وظیفه خانگیش اجرا کند، اما در همه مکتب، در همه لیسه و گیمنازیum هستند معلمانی که هرچند سوادی خوب دارند اما سخنشان با هدف گفته نمیتوانند و خواننده قبول کردن نمیتوانند. با همین گونه آموزگاران من احساس میکنم که مناسبتش سرد است و بلکه تماما درس را اجرا نمیکند، گوش نمیکند. حتی گاه با من مراجعت میکنند همون آموزگاران که فرزندتون گوش نمیکند، حتی گپ گردانی میکند. درست است؟ من میفهمونم که در کدام حالتی که نباشد استاد است. بله، لیکن شما میفهمونید. باید پدرش فهمونه. باید با پدرش. باید این صدای باید آواز مردانه باشد و شما سببش استاد است اینجا کار نمیکند. میتوانید اصول زیادن. مثلا من یاد دارم یک حالتی رو که یک پسر بچه دیگر معلمش احترام نمیکرد، رو بر صنفشون بود. واقعا بعد من دیدم بسیار آدم میدگب، دلتنگ آدم بود است و یک دفعه همین خیلی وقتی که حالت صحبت شد من گفتم که همون آدم دوست نمیداری، تو حق داری دوست نداری. بیا ببینیم که همون آدم چه زندگی دارد. تو مرد هستی و او یک پیرزن است، یک زنی کلانسال است، یک زنی تنها است و در روزگارش غیر از مکتب دیگه چیزی ندارد. بیا همچون مرد تو رو قبول کن و اگر که به او کمک کرده نمیتوانی اقلا خلال نرسان. روزگار و خود شیرینی ندارد و تو اندازه این چیزا به همون دوره برای اویلا کمک کرده بود و اگر این چیز رو اگر با صدای مردانه پدرش گوید که بچم تو مردکی و معلمت خیلی هزار مشکل دارد، شما در صنف مثلا شما 2 نفر 3 نفر 5 نفرید، ما در تربیت شما اینقدر اذیت میکشیم. در صنف شما 40 نفر است، همه شما اگر اینقدر بیرحمانه و نوجوان مردانه رفتار کنید چی میشود؟ یعنی اگر که ما میخوایم که این بچه گپ درو باشد، ما او رو باید سرکوب نکنیم، نگیم سرت خم کرده شین. این دوره اون سنی سال نیست
و اون طبیعتی نیست که خم کرده شند. اگر ما همچون پروژه بالای و دستمون رو پچق کردن خواهیم و اعتراضش زیادتر می شود. واقعا انا همین گونه است. بله. برعکس زیادتر می شود. بله. وقتی که با او میفهمونید همچون با آدم برابر خودتون احترام فرزند چی است؟ با او طرز رفتار میکنید که گویا که همسال شما باشد. واقعا ارزشمند است. این خلال نمیرساند. نه هرگز. اونها جوانها چی دارن؟ کودکان یگانه فرقشون از ما در اون است که تجربه زندگیشون در این عمر کم است. فقط تجربهشون کم است و اون تجربه که با آنها دادن لازم است همش ما هم نداریم. بله. اقرار کردن لازم است. در حضور فرزندتان اگر چیزی رو ندونید گوید که نمیدونم، گوید که نمیتوانم و گوید که تو مرد هستی و من کمک کن. وقتی که شما با پسرتون همچون مادری که قوی است و توانا است و از بالا دستش میموند مناسبت نکنید و گوید که پسرم تو بچه کلان شدی، من با فلان مسئله با یاردم کن، زوری من نمیرسد، قوی دستم نمیرسد، نه برای اینکه تو وظیفه دار هستی، برای اینکه من نیازمند هستم با کمک تو. یعنی شما با او قوت میدهید، اعتراف میکنید که او مرد است. این هم خواه مردانگیش زیاد میکند، هم مناسبت شما رو آسان میکند. ولی وقتی که چیزهایی رو توصیه کردن لازم است و مصلحت دادن لازم است، کوشش کنید در اکثر موارد تو یا زن شوهر دو کسش مصلحت گوید این چیزا رو، یا که پدرش به علاهیدگی گوید. شما رسونید، بگذار شوهرتان ترجمه شوند یک دوره معین. این عذر اگر 12-13 ساله باشد، این دوره تقریبا تا 16-17 سالگیش دوام میکند. بعد اون با دوره دیگر پیدا میشه. وقتی که گرمانهای دیگر فعال میشن، باز اونجا با شرط بازی دیگر میشن، وابسته به خاراکتر کودک، وابسته به مناسبت کودک، وابسته به اون که در این دوره بچه ها رسید، طبیعت است تو چه اندازه تغییر یافت تغییر نیافت، اونجا با مصلحت دیگر میشن. در دوره من همین حاضر که قدم مونده است به نورسی، دوره گذشته خیلی جدی هر یک انسان است. این دوره که در این دوره انسان چی میگن خود همانند کنی او به جنس خودش سر میشد. من مرد هستم یعنی چی؟ مرد باید چگونه رفتار کند؟ و اگر که ما این چیزها رو خودمون در عائله داده نتوانیم، مکتب داده نتوانیم، متاسفانه در مکتب‌های ما از معلم دیدن معلمه زیاد است. بله. و بچه‌ها از اونجا هم کم میگیرن چیزا رو، نمونه رفتار مردانه رو کم میگیرن. از این رو این چیز رو کوشش کردن لازم است که در همین دوره، از همین دوره 13 سالگیش تا 18 و بعداً تا 20 سال تقریبا تاثیر پدرش زیادتر باشه. نصیحتگر، مصلحتگر، راهنما، راهبلد پدرش باشه. شما فقط درباره پدرش باشه، در سایه پدرش باشه. و از این چیز نرنجید که پسرتون شما احترام نمیکند، گپتون رو نمیگیرد، پسند نمیکند. ما این کلمه‌های بسیار استفاده میبریم. در اصل چنین نیست. در اصل اون کودک چیزی دیگر میخواهد، ما با او داده نتوانسته است. من در بسیار حالت باز کدام جهت گفتنی بودم، همین یک هدفی که میگذارد، مثلا در جهت تحصیلم، هرچند اگر من مثلا یک وظیفه میسپارم با او، در یک مدت خیلی کوتاه همون وظیفه رو از بر میکند. اگر شعر باشد، داستان حتی باشد، او در یک مدت خیلی کوتاه از یاد کرده میتواند، یعنی که به همین ذهنی او میرسد، اما نمیخواهد. فقط تنها در اون حالتهایی است که من هر لحظه باید گویم، طوری که شما مثلا مصلحت میدید، مصلحت های شما نیز بارها تجربه کردم، همیشه من باید با خوبی، با مهربانی، همیشه من باید رو تکلیف کنم، دعوت کنم، بعد او به همین بله از پیش خودش باید نمیتواند این خوش. اینجا چند چیز است. ولی من میخوام که او یک بار دو بار مثلا من فهموندم و باید من بعد همون راهش. شما از اون چیزی میخواهید که با وی موافق نیست. بله. شاید وی شوق ندارد به ازود کردن این شعر. این یک. شاید ذهن خوب دارد ولی شوق ادبیات ندارد. شما با او از او چیزهایی رو طلب میکنید که به خودتون معقول است. این یک چیز است. دویمش اصول دیگری هم هست، اصول هوسمند کنی. مثلا او درس ادبیات رو شاید دوست نمیدارد، سببش میتواند معلمش معوی و معقول نیست، شاید خود فن معقول نیست، شاید این مول او نیست. ولی اگر که خواهید که در اینجا هم موفق باشد، کدام فنی که دوست میدارد از اون سر کنید. گوید که اگر اینجا این کار رو کنی، من اونجا به چیزی دیگری برای تو مهیا میکنم. ولی حتی همین ها رو اگر پدرش گوید، تاثیرش دیگر خیلی است. این یک چیز. دویمش هر زمان خاطر رسان کردن، به زبان توش که یک کلمه دارد، نوک نوک کردن میگن. بله، من خودم هم احساس میکنم. این بچه دلگیر میکند، حواسش زیاد نمیکند، اعتراضش زیاد میکند.
من حس میکنم که او در حقیقت هم دلگیر شده است. بله دلگیر میشه. من کوشش میکنم که خب باشم خودش، ولی گواه میشود که همون وظیفه‌ای که مثلا در روزنامه هست توسط وایبر و گروهایی که ما در وایبر هستیم، وایبر و واتساپ، مثلا سپارش میتونن معلومه روان میکنند، حتی همون سپارش معلومه رو میتواند که اجرا نکند، بی‌پروا باشد. اینجا خوب میشود که شما یا پدرش با او صحبت کند که چرا نمیکند. ما باید سببش دانیم. زیرا در این سن سال در خاطر نگاه دارید فشار آوردن به فرزندان، خصوصا به پسر بچه ها از طرف مادر نادرست‌ترین کار است. هر چقدر که شما فشار بیارید، شما که هنگام وای صحبت میکنید شما نظرتون وای نمیگیرد، شما میگید خورد است من کلان هستم. موقع شما چنین است و طلباتی وای به نظر نمیگیرید، خواهشش به نظر نمیگیرید. شما همون حالت شاید خسته است، شاید همون وقت شوقش نیست، همین چیزا رو به نظر نمیگیرید و اعتراض زیاد میشه و بعضا برعکس گفتگیتون میکنم. اگر که در آغاز گفته باشد میکنم، اگر که شما در دوام نیم ساعت 2-3 بار کردی یا نکردی گفته سراغ کردید میگه که نمیکنم. بله واقعا این حالت این چیز طبیعی است و اینجا باز هم همون چیز است. اولش که بسیار چیزا رو پدرش گوید، شرط نیست که هر روز پدرش گوید، ولی مثلا وظیفه خانگی رو اجرا کردن یک سمت کار پدر و مادر است. پدرش میتواند بنشیند صحبت کند که پسرم مکتب برای چی لازم است، درس تر کردن برای چی لازم است، از خود کردن دانش چی لازم است. این چیزها رو باید فهمونید هر سری چند وقت، بذاره که کودک باز دانش‌های نو پیدا میکند، اطلاعات دیگر میگیرد، اینها جوشون میگذارن، با اون توصیه رو با اثر نو میکنیم به خاطرش میرسانیم. بگذار هفته یک بار پدرش یک ساعت نشیند بگه که بیا جلو چخ میکنیم در مسئله اون که یک هفته در مکتب چیکار کردی، کدوم درس رو از خود کردی، کدوم درس موفق نشدی، بی تنقید، تنها تحلیل، تنها صحبت. اگر که نشد چرا، اگر که درس نکردی چرا، اگر که بعد صنف در آمدن نخواستی چرا، اگر که اونجا مسئله مشکلی از معلم است اینا به نظر گرفتن لازم است، اگر مشکلی از همصنف است اینا به نظر گرفتن لازم است که او چگونه این مسئله رو حل کردن میتواند یا نمیتواند، میخواهد یا نمیخواهد. و وقتی که نمیخواهد به او فهموندن لازم است که شما این رو میخواهید و چرا میخواهید. تنها خواهش شما نمیتواند امر باشد، سببش رو بله میخواهید. زیاد پدر مادرها که میگن که ای من خودم خوانده نتوانستم، من دکتر نشدم، من نمیدونم معلم نشدم، فلان کسب من پدرم اجازه نداد، مادرم اجازه نداد، بیا تو به جای من دکتر شو. و همین آرزوی خودشون رو به کودک تحمیل میکنن. در این حالت اون فرزند شما خوشبخت نمیشود. اگر بچه گپ داره باشد شما گپ شما میگیرد، شما مجبور میکنید اما دانشگاه میخواستگی اختتون روان میکنید، اون کسب نمیخواستگی اختتون گردنش به بار میکنید، ولی او خوشبخت نمیشود. وظیفه اساسی آرزوی هر یک پدر و مادر، نیت مهمترین ما خوشبختی فرزند است. ولی خوشبختی نه همیشه تحصیلات عالی است و کسب دوست داشته شما است. اون فرزند شخصیت الهیده است. این رو اعتراف میکنیم، آرزوهاش، نیتهاش، مقصداش اعتراف میکنیم. در مسئله انتخاب کسب ها برای سن 12 و 13 دوره جستجو است. من در انتخاب کسب ها گفتید، من هر چیزی که با او پیشنهاد میکنم همیشه مشاهده میکنم که تا نیمش میرود و الکی دست میکشد. اول هوسمند است، میرد مثلا به موسیقی هوس میکند، به من گیتار خرید، من میروم، ولی همگی شاید که یک هفته یا 2 هفته میرود تمام. این چیز طبیعی است، طبیعی دوره جستجو است. یکی از اون که از راه میگردد شما دلشکسته نشوید که من اینقدر صرف کردم، خرج کردم، از این چی نرنجید و میسنجد و تو نسنجد، تو چند اندازه به خودش موافق بودن همون کسب و همون هنر و من نمیدونم همون سمت کار درک کردن نمیتواند. یعنی که این باید همین گونه باشه، باید دوره جستجو است. مثلا شما بازار میروید لباس خریدن میخواهید، شما یک بار هر چیزی که فروشنده پیشنهاد میکنه نمیگیرید که شما چین میکنید، نزدی آینه میروید ببینید که رنگش شما میزیبد نمیزیبد و اندازش موافقت میکند نمیکند، برای شما اون درازی، اون آستین، اون چیزا، بستگی اون اینا زیبنده شما هستن یا نه، معقول شما هستن یا نه، تنها همون وقت انتخاب میشود. یعنی که هنوز هم باید دوام دیم. بله شما چند چیز چین میکنید، یک چیز میخرید. فرزند شما هم حق دارد که چند چیز بیند، بعد در آخر خلاصه برود. این خلاصه تقریبا 18-20 سالگیش میشود. بعضی جوان آدمان هستن که
این جستجوشون دور دراز میشه تا 30 سالگی جستجو میکنن. هستن آدما که دانشگاه ختم میکنن از روی کسبشون کار نمیکنن. برای که همون وقتی که داخل شدن هنوز خلاصه قطعی نبرآورده بودن، کدوم درگرد در آورد یا که خودشون گفتن که خیلی میلش همین میشه، قریب خانه است، مادرم میخواد و غیره و هکذا. بعدی که تمام میکنن، بعدی کسب از خود میکنن، میبینن که در دلشون آتشک نیست. یک دو وقت کار میرن دلشون گرم نمیشه، وقت میفروشی، حتی اگر مبلغ کلان هم بگیری نمیشه دل گرم میکنه. اگر با مبلغ کمتر باشه مثلا اون قدری که برای صرف خرجتون نمیرسه، آدم از بحر کسب میبره. ما دیپلم دارهایی که در تقسیم کار میکنن خیلی زیاد داریم. این همون آدمان هستن که کسبشون در انتخاب کسب اراده خودشون نبود، انتخاب خودشون نبود، اراده با شورانه و با ادراکانه خودشون نبود. برای این پدر مادران در اینجا بسیار خطا میکنن که حتما باید معلومات عالی بگیرد. بله معلومات عالی ضرر ندارد، جهان بینی رو وسع میکند، در بسیار حالت‌ها مناسبت سازی رو در جامعه یاد میتید، با آدمان یا رو دوست رفیقان اینا پیدا میکند، اینا خوبن، ولی اینها چیزای دوم درجه هستن. ما وقتی که بچه روان میکنیم برای خواندن میگیم کسب بگیرد، اگر اون کسب تبدیلش نباشد کار نمیکند. برای این مسئله رو از حال شما ببینید. فنی دوست داشته دارد، خب فنی که برای خودش چندان معقول نیست، اینم خوب و وظیفه دار نیست که همه فن ها رو دوست دارد. همه معلم ها رو نو بسته با اون که کسبیت دارن یا ندارن احترام کند، نمیتواند این کار کرده. یک چیز دیگر مسئله که زیادتر ما رو تحمیل کرد که پیش شما بیایم همین است که شاید همین خصلت ها رو دیده من فکر میکنم که شاید از نورسی است، یک دوره گذریش است، ولی باز فکر میکنم شما که تجربه روانشناسی دارید با زیاد نورسان و مادران آنها و حتی از روی دانش‌های روانشناسی که آگاه هستید، میخواستم بدونم که کجای شاید من خطا کردم در جلب کردن او در برای آموزش. خطا ندارید، اصلا من خطا رو نمیبینم. اینجا یگانه چیز است که فرزند تغییر یافته است، شما آماده نیستید به قبول کردن تغییرات فرزند. یگانه همین چیز است. بچه شما کلان شده 13 ساله شده است، ولی شما میخواهید که با طرز رفتار کنید که در دوره 5 سالگیش بود. این همین چیز است. این ما خطا گفتن نمیتونیم. این اون چیزی است که مشکل است قبول کردن که فرزندت کلان میشد. خیلی مشکل است وقتی دخترتون 18 ساله میشه تو خونتون خواستگار میبه تلقی کف میشید. هرچند آرزوتون است که دخترش آوردید ولی باز خواستگار اومد میگید این کلان شده است. این یک روند است. شما باید قبول کنید که بچه شما، بچه 12 ساله 13 ساله شما علاقه قدم به سوی کمالات مونده است و حق دارد دیگر خیلی باشد و شما وظیفه دارید که اون رو در با همون تغییرات هایش قبول کنید و با طرز رفتار کنید که به همین دورش مناسب است. سلامت باشید. تشکر. من یک مسئله دیگر من کجا باز احساس کردم که شاید خطا میکنم و باز هم شبهه کردم بود حالتی که معلمه سرزنش کرد و اومد که معلمه مرا زد. من اول خودم خیلی مثلا در خانه نگاه داشتم که من نباید در این حالت و پیش با معلمه مراجعت کنم، زیرا که خب فرزند در این حالت خصوصا پسر بچه‌ها بسیار شوخ و بیقرار هستند. من حتی بارها شاهد بودم که وقتی ناگهانی میروم به درس اینقدر شور و غوغا و میگویم آفرین بر معلمه و بر عصب‌هاش، هرچند میفهمم اما همین چیزا تحمل کردن نتونستم و رفتم که مثلا در حضور پسرم نیو با معلمه الواحده صحبت کردیم. اون کس بسیار با کلا نگرفتن، گفتن که من دست نبرداشتم، ولی همسینفونش گفتند که نه تنها ما رو مثلا دیگرها رو نیز هست حالتایی که دست میبردارند. و در همین جا من راستی از چند کس اول پرسیدم در همین حالت باید چیکار کنم، روم یا نروم. گفتن که پسر بچه است، گواه می شود که ما هم خودمون داشتن نمیتوانیم. آفرین معلمه ها، شما باید نمیرفتید. نه درست است، باید میرفتید. خوب کردید رفتید. فرزند مال شما است. اگر معلمه که خسته است از کارش یا کسبیت ندارد نسبت فرزند شما عمل غیر پداگوژیک رو استفاده میبرد، رفتن وظیفه شما است و کودک باید حس کند که او را حمایت کرده میتوانند، با پدر و مادر تکیه کرده میشود. حتی و البته با فرزندتون علاوه میتونید صحبت کنید، مشکلات معلمه رو بگید که فلان 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 حالت ها هست، ولی به نزد معلم حتما باید روید. وقتی که شما نمی روید اصلا این غم معلم رو خوردن وظیفه شما نیست. معلم باید غم خودش خورد و زیر سرپرستی شما نیست. و
حتی اگر در حالتی که کودک رو معلم کودک رو میرنجاند یک سخت میگوید شما در همان حالت الان در حضور بچه‌تون طرف خودت طرف بچه گیرید که معلم نادرست کرده است ولی بیاد فکر میکنیم که چرا این خیلی کرده است معلم نادرست کرده است تو حق هستی بچه‌م ما غیرت بچه میشکنیم در اکثر حالات ولی ما جبر استاد به مهر پدر میگیم ولی اگر معلم کسبیت نداشته باشد معلمی که از کسب خودش بیزار باشد معلمی که در مشکل همین کسب با همه کسب همین است اگر شما کسبتون رو دوست نمیدارید اونجا ناعلاج کار میکنید شما همه آدمایی که از پشت کسب نزد شما میبینید شما اونها رو دوست نمیدارید شما شاگرد دوست نمیدارید احترام نمیکنید و نسبت این شاگرد همه گونه عمل نادرست میتونن رو ببینن میتونن دشنام کنن میتونن گپ سخت زنن میتونن سرش دست بردارن در یک صنف 40 بچه است و در اون مکتب 40 معلم کار میکند همه معلم دست نمیبردارد بله این مشکل خود معلم است یعنی که مشکل خواننده نیست من گفتند که مثلا الان شما که پشتی میگیرید طرفگیری میکنید بعد بچه‌تون نمیخونه پشتی گرفتن چیز دیگر است وقتی که شما نسنجیده میروید و حتما کودکتون حق میبرید این چیز دیگر است بله ولی در حالتی که شما سنجیدید پرسیدید که واقعا معلم دست برداشته است بله سنجیده بله و شما این و اون معلم به گردن هم نمیگیرد متاسفانه ما در همین حالات خیلی دست کوتاه داریم هر روز نمیتونیم مطالبه از صنف و صنف دیگر گذرانیم نمیتونیم هر روز از مکتب به مکتب دیگر گذرانیم بله و در این حالت بسیار مشکل است این کودک از اون معلم دلش میموند و نه تنها از یک معلم دلش میموند از تمام مکتب از عموما روند تعلیم دلش میموند این چیز بسیار خطرناک است وقتی که معلم خودش سرشته کردن نمیتواند عصبی هستی من نمیتونم ورقه بیماری بگیر یک دوره عصبات آرام کن بعد مکتب بیر یعنی که در یگان حالت معلم باید نزند تنبیه نده باید میتواند سرزنش کند میتواند به شما مراجعت کند اگر مشکل دارد میتواند کار یک جا کنید ولی ما حتی نمیدونیم که چرا این بچه زد مثلا دو کودک جنجال میکنند معلمی که قدرت ندارد در زبان یک کلمه است میگن که نیری سورس نی ذخیره های بوتینیش تمام شده است خسته است و چه کار میکند و به پرسپوس هر دو بچه میزند بله در این حالت اصلا کارش درست است باید معین کند که چرا جنجال شد باید معین کند که گناهکار سرچشمه جنجال کی بود که حق بود کی ناحق بود وقتی که کودک شما یا که هر کدوم کودک دیگر هم که در این مناقشه جبر دیده بود و شلاق میخورد این در دل کودک یک ضربه است بر اون ضربه بی‌عدالتی میگه کودک اعتمادش به عدالت از بین میرود و معلم در این سن سالی که در کودک مکتب میرود از 7 سالگی و این طرف معلم بسیار فیگور بسیار شخصیت مهم است برای فرزند ما و معلم شاگرد کودک از اون معلم بسیار چیزها رو قبول میکند به ادراک کنه هم یک بار به فیلتر قبول میکند اگر معلم هم خیلی کرد پس درست است و این کودک زمانی شاید یک دو نفر دیگر جنگ شوند اینم به پرسپوس در بین اونو همین خیلی به طور خودش در نخونک اشته میدرارد هر دوشون یک شلاق میزند میگه گم شوید از پیش نظرم این چیزهای بسیار خطرناکند ولی بس که مشکل امروزه نظام معارف خیلی زیاد است و مکتب ها خیلی سیر بچه هستند معلم ها نه همیشه با اون کسبیت اولیه که ما میخوایم نه همه معلم شطالف هستند یا که مکارینک هستند این چیزها وجود دارند و برای از این نگاه باید شما همیشه آگاه باشید وقتی که معلمی که این گونه عمل رو نسبت فرزند شما روا میبیند باید روید صحبت کنید و بگید که معلم عزیز خوش میکنم در این مسئله باید دقت باشید جنجال کردن شرط نیست بله من جنجال نکردم ولی رفتن ضرور است رفتم بله یعنی که درست بله خصوصا که شاگردای دیگر شاهدی دادن گفتن که این معلم این گونه عادت داره بله پرسیدم مسئله اخیرانه که من فکر میکنم هر یک پدر و مادری خصوصا مادرانی که فرزندی نورس دارند و تشخیص آورده است و سوال اخیرین من هم همین است که در صورتی که همه بچه ها در همین سن و سال در دست تلفن موبیلی دارند در اونجا بازی ها هست بازی های کامپیوتری من با فرزندم اجازت ندادم مثلا تلفن گرفتن تلفن موبیلی که میشود با اون بازی کرد با کانال های مثلا یوتیوب کانال و دیگر اینستاگرام و تلگرام و دیگر و یا الکترونیک داشته باشم اجازت ندادم اما میبینم که او بسیار خواهش دارد
оё телефон додан ва иҷозат додан дар ҳамин синну сол бениҳоят хоҳиши сахт дорад, мумкин ҳаст ё на? аслан агар ки назорат карда тавонед, чандон зарар надорад. Фақат фарзандони ҳамин синну сол, аслан фарзандони насли муосир, инҳо бачаҳои шартномапазир ҳастанд. ҳамроҳ писаратон шартнома бандед. гӯед ки мехарем ба фалон шартҳо. масалан дар як шабонарӯз 2 соат ё 1 соат фақат бозӣ, ин телефони то аст, худат бозӣ мекунӣ. муайян кунед ки ба кадом сайтҳо даромадан мумкин, ба кадом сайтҳо не. ҷо ҳастанд чизҳое ки барои бачаҳо чизҳои муфид ҳастанд, бисёр ҳастанд. мегӯяд ки ҳар сайте ки медароӣ якбор мо ба нишон медиҳем, мо муайян мекунем ки барои то зарар надошта бошад ва то истифода мебарӣ аз ин чизҳо. тавассути шартнома мумкин аст. фақат шарт нест ки телефони қимат бошад. ҳозир гуфтан телефони тоҷикӣ пайдо шуданд ки нархшон арзонтар аст. метавонед аз ҳамин арзонако бигиред. агар ки имконпазир бошад дар нӯш ба ҳамон чизҳои дарурӣ барои бачаи шумо бошад, бихаред. чаро не? як шарташ метавонад ҳамин бошад ки мактаб намебарӣ, дар хона истифода мебарӣ. ине ки ҳам шартҳое ки барои шумо мувофиқ аст, пешакӣ шартро мебандед ва бошад. чаро не? вазифаи мо аз хатар эмин доштан аст. вазифаи мо ҳама чиро манъ кардан нест. гоҳо аз телефонҳои худамон истифода мекунанд, бозӣ мекунанд. ҳамин бозиҳо ман мехоҳам ки ҳамин бозиҳо умуман набошанд. кӯдак аст бояд бозӣ кунад. бозиҳои интернетӣ даруни телефонҳо бозиҳои бисёр аҷиб ҳастанд ки барои ривоҷи мағзи кӯдак ёрӣ мерасонанд. онҳоро интихоб кунед. ман намефаҳмам дар ин ҷиҳат. аз пас худатон омӯзед. ман шахсан як калап бозӣ дорам дар даруни телефонам, худам бозӣ мекунам, набираҳоам ҳамроҳам бозӣ мекунанд. бо ин кӯдакҳо маслиҳат кардан мумкин аст. аслан агар мо шарти бозиро худамон донем, бо инҳо муносибат бунёд кардан, инҳоро тарбия кардан хеле осонтар аст. назар шояд ба наслҳои пешина ки онҷо фақат рехтан лозим буд дар мағзашон, гоҳ қабул кунанд, хоҳ қабул накунанд. инҳо шарти бозишонро медонанд ва мегӯянд ба мо. мо хоҳишҳои онҳоро шунида метавонем. ино кӯдакони индиго хеле бағайратанд, хеле бовиҷдонанд, хеле адолатпарастанд. мо ин чизро бояд ба назар гирем ва дар асоси ҳамин махсусияти онҳо бо онҳо муносибат бунёд кунем. қариб ба ҳама саволҳоям ҷавоб гирифтам. ташаккур ба шумо. ман фикр мекунам ки ин на танҳо проблемаҳои як модар буд, балки тамоми модароне ки фарзандони наврас доранд. бале, дуруст аст. ва дар охир дар хулоса мегӯям ки вақте ки фарзанд шумо аз 8, 9, 10 боло шуд, падарони азиз, аз тарбияи фарзанд нагурезед. ин вақти ба майдон даромадани шумо аст. модарони азиз, ҳамаи бора ба гардан нагирад, зӯратон намерасад. фарзанд калонкунӣ вазифаи 2 нафар аст. як падар ва як модар, як мард ва як зан. агар чунин намебуд, табиат метавонист бо усулҳои дигар ба мо фарзанд бидиҳад. вале табиат чунин сохта шудааст ки дар ба вуҷуд овардани фарзанд, дар тарбияи фарзанд, дар таъминоти фарзанд бояд ҳамеша 2 нафар иштирок кунанд, ҳам падар ва ҳам модар. ва мутаассифона дар ҷомеа як чизи дар ҷомеаи мо, дар ҷомеаи дигар ҳам ҳаст. ҳамин оила ки гуфтем ҳатман модар пеши назар меояд. ин бисёр дарку қабули нодуруст аст. танҳо модар наметавонад оила бошад. танҳо модар наметавонад ҳамаи вазифаҳоеро ки 2 нафар бояд иҷро кунанд ба ӯҳда бигирад ва хеле хуб онро иҷро кунад. дар ҳолате ки модарон ноилоҷ ҳастанд, хуш дар ҳамон мавридам мо одатан мегӯем, агар ки падар дар бараш нест ё ки вафот кардааст ё дар муҳоҷират аст ё намеояд ё ҷудошудагӣ аст, назди як муаллими хуби мактаб равед. бигзор он муаллим бо садои худаш мардона бигӯяд. як ҳамсояи хуби доред, назди ӯ биравед. як бобо, як амак, як тағо, як нафаре ҳаст, ба ӯ муроҷиат кунед, ӯ ба писари шумо ин чизро фаҳмонад. зеро садои занона дар табиати писари шумо хислатҳои мардонаро бедор карда наметавонад, баръакс саркӯб мекунад. барои ҳамин ин вазифаест ки аз иҷрои он бояд 2 каса бароем, 2 нафара ин аробаро бикашем. вагарна рӯзе мешавад ки мушкилоте пеш меояд, баъд ҳал карданаш мушкил мешавад. суҳбати мо дар ин ҷо ба анҷом расид. шумо ба саволтон ҷавоб гирифтед. обод бошед. бинандагони азиз, то суҳбати оянда, агар шояд саволе доред, шояд нафаре ҳаст ки меояд назди мо, мехоҳад биёяд, муроҷиат кунед. мо омода ҳастем ки
ба шумо ба саволҳотон ҷавоб гирем бе муаррифии шахсияти шумо, чеҳраи шумо. ҳатто агар зарур бошад садои шуморо метавонем тағйир бидиҳем. муҳим он аст ки шумо ба саволҳотон ҷавоб гиред ва дар баробари шумо бинандагои дигар ҳам агар ки чунин саволҳо дошта бошанд, чунин мавзӯъ дошта бошанд ки дар он дармонданд, онҳо низ барои ҳалли мушкилоташон як зара кӯмак бигиранд. обод бошед. то суҳбати дигар.